شهدای بلوط، شریف و یارانش. با سلام و درود در نقش‌آفرینان حوزه محیط زیست. آماج قربانی هستم از دیار بلوچستان‌های شاهو و کوسالان از کردستان. از اکوی اکولوژی و قسمتی که نصیبم گردام که شرف حضور در میان چنین عزیزانی را داشته باشم سپاسگزارم و دست مسببان برگزاری چنین شبی را نیز به گرمی می‌فشارم. جای بسی افتخار است که خود را در میان بزرگانی می‌بینم که همیشه مایه مواهات بنده و فعالان محیط زیست این دیارند. عزیزان، همگام با به تصویر کشاندن چند صفحه از صدها صحنه آموزش محیط زیست مرتبط با بلوط، بلوطدانی و بلوطداری و مشاهده تلاش و کوشش دوستداران طبیعت چون طبیعت دوستان چرناوار ایران، با تصویر اگه باشه ممنون میشم، نهضت سبز زاگرس، پویش هر مدرسه یک نهادستان، زحمات بلوطبانان پابرکاب سردشت، تسهیلگران آموزشی مؤسسه مهرگان کرمانشاه، دوستداران محیط زیست زاگرس و مشاهده زیبایی‌های زاگرسانه آنان، آنچه را آموزش در محیط زیست سبب خواهد شد را با شما خوبان به اختصار در میان خواهم گذاشت. در برهه‌ای که میبایست تمام مردم دنیا از حق یک زندگی برابر، متعادل، سالم، پربار، خوشحال و سازگار با طبیعت برخوردار باشند و دیگر بیوکراسی به مثابه زیست سالاری برای همه زیستمندان بر دموکراسی که تنها با مرکزیت انسان ارجحیت دارد مقدم باشد، با تأسف و تعلم فراوان می‌دانیم طبقه‌ای عمود بر تمام موجودی‌های زمین می‌تازند و هر آنچه را برای خود بپسندند را برای دیگران نه. بیان چنین منفعتی بیان واقعیتی است که عافیت اجتماعی جوامع را اتمیزه و حقیقت اکولوژی را تنها و تنها عده‌ای به عاریت خود گرفته و وضع موجود را سبب گشته است. علی حال با شناخت در چنین واقعیتی که علم را، قدرت و حیات را وحشی می‌پندارد، آنچه که می‌شود بر آن فائق آمد و رهیافت قدمداد نمود آموزش است. آموزش آراستن انقلاب درونی است. آموزش رهیافت دگماتی است، امید و روزنه مانایی و قدم استوار ژینایی است. آموزش آزمودن دانایی و آراییدن هر آنچه زیبایی است. با آموزش است که میتوان زمان را متوقف و زندگی آزاد را در آن گنجاند. با آموزش است که میتوان بر شرم تلنگر نواخت و به خود بازگشت و به عضویت جامعه درآمد. با آموزش است که بتوان کلیدهای حرکت به سوی مفهوم توسعه پایدار را ترقی داد و سگانه محیط، جامعه و اقتصاد را سازمان بخشید و فهم آن را مبتنی بر اکولوژی قرار و اکونومی در جامعه را کمینال نمود. با آموزش است که بتوان مدیریت محیط زیست را از یوغ بوروکراتیک رها و پیکر آن را دموکراتیک نمود. با آموزش است که بتوان آموزه‌های معرفتی برای بالا بردن تزکیه نفس، بالا رفتن عزت نفس، تنظیم شخصیت و به حرکت درآوردن اجتماع را تمرین کرد. با آموزش است که بتوان هر آنچه که مبتنی بر اخلاق است را ترویج داد. با آموزش است که بتوان از پوزیتیویسم یا اثباتگرایی مفرط رها گشت، ملیگرایی و خرافه‌گرایی و دیگر گراهای نابسامان طبیعت دوم را
سامان بخشید و طبیعت اول به مثابه بستر حیات و محیط زیست را در امان گذاشت. با آموزش است که بتوان تشخیص داد اخلاق محیط زیست مبتنی بر تدوین صلح، آشتی و بالا نگه داشتن تحمل، احترام و قبول تفاوتمندی‌ها، درک گوناگونی اندیشه‌ها و تدوین همزیستی هاست. آموزش محیط زیست امیدوار می‌کند که صلح، توسعه و حفاظت از محیط زیست لازم و ملزوم یکدیگر بوده و جدایی ناپذیرند. با چنین فهمی است که بتوان استفاده نامناسب از انواع انرژی، افزایش در مصرف منابع، افزایش آلودگی، سوء استفاده از حقوق بشر، استفاده بیش از اندازه از وسایل حمل و نقل شخصی و نهایتاً مصرفگرایی و اوج پنداشتن موجودی‌های سرزمین را کنترل کرد. و در پایان راوی آخرین درخت بلوط میان آتش افروزانم. من بلوطم، نام من زندگی است، آفریدنم مرگ جنگ است و درخشیدنم جلای روح. من بلوطم، استوارم چو غرش سیروان و روانم چو جویبار کوهستان و عصیانگرم چو جوانه پس از سوختنم جهیدنم و بال گشودنم. من بلوطم، همان ایمان زاگرس و همان داستان دوباره زیستنم. من بلوطم، آفریننده زیباییم. من بلوطم، مقاومت خصلت من است، همواره مهربان و صلح گستر اعصار. من بلوطم، آری بودم، هستم و خواهم بود. من زدودنی نیستم و خوب بودن گرفتم. من بلوطم، سایه گستر و وفادار به خون شهدایم. بدرود.